خداوند می فرماید من با بنده خود طبق گمانی که نسبت به من دارد معامله می کنم. چون او مرا یاد می کند من با او خواهم بود. پس اگر او مرا در تنهایی یاد کند من نیز او را در تنهایی یاد می کنم. اگر او مرا در جمع ذکر می کند من نیز او را در جمع بهتر از آنها، یعنی در جمع فرشتگان که بیگناهند یاد می کنم. اگر بنده من به قدر وجب به سوی من بیاید من به اندازه یک دست به سوی او می آیم و اگر او به اندازه یک دست به من بیاید من به قدر 2 دست به سوی او نزدیک می شوم. اگر او به سوی من آرام آرام بیاید من به سوی او دوان دوان می آیم. حدیث از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است.